با درود به بینندگان عزیز، سرخط رویدادهاست. منظورتان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی. امروز 12 اکتبر از آن خواهیم گفت که رئیس ولایت سوخت بازبینی حکم ابدی دو شهروند تاجیکستان را در قرقیزستان طلب کرده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان در اظهارات تازه گروه طالبان را به قتل عام مردم در پنجشیر گناهکار نمود. مهاجران تاجیک از روسیه به وطن نسبت سال گذشته بیشتر پول فرستادند. خبرهای دیگران است داریم. رئیس جمهوری تاجیکستان امروز با سفر رسمی به فرانسه می رود. وزارت کار خارجه تاجیکستان می گوید این سفر تا 14 اکتبر دوام کرده. در جریان آن ملاقات امامعلی رحمان با امانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه در نظر گرفته شده است. دیروز رئیس جمهوری تاجیکستان در سفرش به بروسل با رهبران اتحادیه اروپا ملاقات کرد. به گفته مقامات روابط دوشنبه با این سازمان و وضع افغانستان موضوعهای اساسی گفتگوی امامعلی رحمان با رهبران اتحادیه اروپا بود. رهبر تاجیکستان نخست با شارل میشل پرزیدنت شورای اتحادیه اروپا دیدار نمود. منبع میگوید امامعلی رحمان در ملاقاتش با جوزپ بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم وضع افغانستان را بررسی و به تحکیم حفظ سرحد تاجیکستان و افغانستان تاکید کردند. روز 11 اکتبر امامعلی رحمان همچنین با الیان تیلیو پرزیدنت پالاتای نمایندگان پارلمان فدرالی بلژیک واخورده روابط دو کشور را بحث نمودند. یک منصبدار بلندپایه گفت که دادگاه در قرقیزستان روز 19 اکتبر شکایت‌ها را درباره حکم ابدی دو شهروند تاجیکستان بررسی خواهد کرد. با اطلاع رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت آنها در دو نامه بازبینی حکم را خواستند. دادگاه نویه لیلک قرقیزستان ماه سپتامبر عبدالرزاق عبدالقهارов و اسکر یونوسف را در پیوند به مناقشه مسلحانه در مرز به حبس عمرباد محکوم کرد. آن زمان نزدیکانش اعتراض کردند ولی مقامات تاجیکستان خاموش بودند. وکیل مدافع یکی از محکوم شده ها در صحبت با پیوندان آنها تصدیق کرده است که بعد یک هفته مرافعه برگزار می شود. حالا معلوم نیست که بازبینی حکم بر اساس شکایت مقامات صورت می گیرد یا اعتراض پیوندان محکوم شده ها. جبهه مقاومت ملی افغانستان در اظهارات تازه گروه طالبان را به جنایت‌های جنگی از جمله قتل عام مردم در پنجشیر گناهکار کرده است. ولی طالبان که حالا اکثر مناطق افغانستان را زیر دست دارند این گونه انتقادها را رد کردند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت صبح 12 اکتبر با پخش اظهارات در صفحه فیسبوکیش گفت اعتراضهای مردم در شهرهای افغانستان و خارج از آن فصل جدید را در تاریخ این سرزمین گشود. در اظهارات جبهه مقاومت به تکرار به جنایت‌های طالبان در چند ولایت افغانستان تاکید شده است، هرچند این گروه همیشه آن را رد کرده است. در آن از جمله آمده است قتل عام نمازگزاران در مسجد جامع سید عابدی کندوز، کوچ دادن اجباری مردم ملکی از خانه‌ها و املاکشان به ویژه در ولایت‌های قندهار، بلخ، دایکندی و اندرابی‌ها، ناپدیدسازی افراد و قتل‌های دسته‌جمعی در ولایت پنجشیر توسط طالبان، همه مصداق‌های روشن جرایم جنگی، نسل‌کشی، پاکسازی قومی و جنایت علیه بشریت است. با نظر داشت این همه جبهه مقاومت ملی از سازمان‌ها و نهادهای ملی و بین‌المللی تقاضا کرده است تا اقدامات لازم و عاجل را جهت رسیدگی به وضع رقابت‌بار بشری، حفظ حقوق انسانی و ختم جنایت گروه تروریستی روی دست بگیرد. امروز در شهر دوحه قطر نمایندگان اتحادیه اروپا با هیئت طالبان ملاقات خواهند کرد. در همین حال رهبران 20 کشور صنعتی عالم معروف با نام G20 برای ارزیابی کمک، امنیت و دیگر مسائل مربوط به افغانستان آمادگی می‌گیرند. در این باره سرپرست وزارت امور خارجه طالبان امیرخان متقی بعد اولین ملاقاتش با هیئت آمریکا بعد اشغال کابل معلومات داد. متقی می‌افزاید که افغانستان جانبداری روابط خوب با تمام عالم است. به قول نام برده موازنه در روابط خارجی افغانستان را از ناآرامی‌ها امین نگاه خواهد داشت. جای یادآوری است که امروز ملاقات آنلاینی رهبران کشورهای گروه G20 برپا خواهد شد که میزبانی آن را ایتالیا بر دوش دارد. در این نشست نگرانی‌های امنیتی، کفالت بیرونشوی بدون تهدید هزارها افغان همکار با کشورهای غربی خواهد بود که تاکنون در داخل افغانستان میباشند. پیش بینی می شود که در ملاقات کشورهای صنعتی عالم دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش نیز شرکت ورزیده درباره وضع اقتصادی افغانستان و معامله با حکومت طالبان ابراز نظر میکند.
شما سرخط رویدادها تماشا دارید. بانک مرکزی روسیه مبلغی در نیم ساله جوری انتقال داده مهاجران تاجیک را به وطن نشر کرده است. طبق آن در این مدت زادگان تاجیکستان بیش از 752 میلیون دلار فرستادند. حجم میانه پول انتقال یافته از جانب زادگان تاجیکستان از 139 تا 154 دلار بوده است. پیشتر خبر داده شده بود که انتقال مبلغ‌های فرستاده مهاجران از ماه ایون تا آگوست امسال تقریباً 3 افزایش یافته است. تاجیکستان یکی از کشورهای جهان است که مهاجران کاریش سالانه میلیون‌ها دلار به خانواده‌هایشان می‌فرستند و پول‌های فرستاده آنها برای اقتصاد کشور نیز فوق‌العاده مهم است. سطح نیکو احوالی هر چهارمین عائله در کشور به پول انتقالی مهاجران وابسته میباشد. بانک ملی تاجیکستان اعلان کرده بود که سال گذشته مهاجران 6.3% کمتر مبلغ انتقال دادند. در روسیه میمانیم. کنسول گنرالی تاجیکستان ظفر سعیدزاده از مرکز موقتی نگهداری شهروندان خارجی در یکاترینبورگ دیدن کرده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی سرریاست وزارت کارهای داخلی روسیه در ولایت سوردلوفسک، دیپلمات تاجیک با شرایط نگهداری شهروندان تاجیکستان که باید به وطن اخراج شوند شناس شده است. ظفر سعیدزاده با مقامات وزارت کارهای داخلی مسئله تیزانیدن روند انتقال این مهاجران را نیز بررسی نموده است. اما در این خبرنامه شماره مهاجران تاجیکی که در مرکز قرار دارند آورده نشده است، ولی ذکر کرده است که کنسولگری برای آنها کمک مادی نیز رسانده است. در همین حال خدمات کنسولی سفارت تاجیکستان در روسیه خبر داد که 11 اکتبر امسال 18 نفر شهروندان تاجیکستان را که بنابر پاندمی کووید 19 در شهر اسخینوالی اسیای جنوبی درمانده بودند به وطن گسیل کردند. به قبل سفارت این مهاجران تاجیک هنگام سفر از اسیای جنوبی تا فرودگاه نلچیک با مواد غذایی و جای خواب هم تامین شدند. نخست وزیر عراق در صحیفه‌اش در توییتر روز 11 اکتبر خبر داد که خدمات امنیتی این کشور یک معاون رئیسی کشته شده گروه دولت اسلامی را بازداشت کردند. مصطفی کاظمی نوشت که سمی یاسین یک عضو بلندپایه گروه دولت اسلامی و معاون رهبر سابق این گروه ابوبکر بغدادی از جانب خادمان امنیت ملی عراق دستگیر شده است. او از این بیش جزئیات نداد. خود بغدادی که رهبر گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی را بر عهده داشت و در قتل و کشتار هزارها نفر گناهکار می شود، سال 2019 در یک ریدی نیروهای ویژه آمریکایی در شمال و غرب سوریه کشته شد. یاسین از آن نمایندگان بلندپایه دولت اسلامی است که آمریکا برای اطلاع درباره‌اش مکافات پولی پیشنهاد کرده بود. برمیگردیم به تاجیکستان. آژانس ضد کورپسیا یک کارمند دادگاه عالی را با اتهام قلابی بازداشت کرده است. به قول منبع سینورالدین سفرزاده هنگام فعالیت در وظیفه سرمتخصص شعبه نظارت سودی با وعده مساعدت در قطع پرونده ها و پیش از مهلت آزاد نمودن از ادای منبع جزا از ساکنان پول گرفته است. همچنین او به یک شهروند وعده کرده است که برای تعیینش به وظیفه کاتب سودی سود کانستیتوسیونی کمک میکند. سفرزاده در مجموع با گرفتن 65,000 دلار آمریکایی و 210,000 سومانی پرگمان برمی باشد. حالا پرونده نام برده بعد انجام تفتیش پیشکی به دادگاه ارسال شده است. بینندگان گرامی، حالا برای شما درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات میدیم. بانک ملی امروز 12 اکتبر 1 دلار و 11 سومانی و 29 درم و 1 یورو را 13 سومانی و 7 درم مقرر کرده است. قرب روبل روسی نسبت دیروز بلندتر رفته 1000 روبل 157 سومانی و 10 درم تعیین شده است. دوستان عزیز، 10 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. با سپاس که همه روز ما رو تماشا میکنید. یادتان نرود از آن در پیش برنامه خبری داریم که 3 ساعت پس تقدیم شما میشود. تا ملاقات نوبتی خدا را